برای آن انسان هایی که در زندگی شخصیشون بهت مشکلی وزنین دارند، بیماری دارند، پی در پی نزدیکانشان میگذرد، قرض دارند، جدی گوش کنید. شب مرد از خواب میخیزد، از همسرش آب پرسان میشود. همسرش به سوی آب میرود تا میآید شوهرش خوابیده است. صبح میشود، شوهرش میبیند در دست زنش جام آب و راست ایستاده است. میگوید تو چی کار کرده ایستاده ای؟ میگوید شب تو آب طلب داشتی. گفتم دوباره خیزی که آب را اگر نیابی خداوند از من راضی نمیشود. گفت خیلی زنی مهربان، بگو هر چیزی که میخوایی بگو، اجرا میکنم. گفت طلاقم را بده. گفت خیلی گفت خواهش وزنین، من چون زنی مهربان را نمیخواهم از دست بدهم. گفت خواهش وزنین است، پیش عالم میرویم تا او با ما قاضیگی کند. به سوی خانه قاضی میروند که مرد در راه پیش پای خورده پایش را قطع میکند. همسر دستی شوهرش را گرفته در کتفش مانده به سوی خانه روان میشود. شوهر میگوید نه، راه گشته میتوانم، بیا به سوی خانه عالم برویم. گفت نه، من نمیخواهم دیگر طلاق. گفت چرا؟ گفت تو خود گفته بودی که در انسانی که مشقت، تنقیسی و بیماری نداشته باشد خداوند او را دوست نمیدارد. اینک من دیدم که تو به بیماری گرفتار شدی و محتاج من شدی. فهمیدم که خداوند تو را دوست میدارد. رفتیم به سوی خانه. بینید دوستان عزیز، چه خیلی زنها نمالو ملک و خانه و در اون ماشین نگاه میکردن. باور کنید هر یک خانه ای که تنقیسی کمبودی دارد در نظر خداوند است و انسانایی که ندارند غم و غصه در فکر باید باشند. اینک بعضی مادرهای امروزه را به چشم خود دیدم که فرزندانش دوست نمیدارند. سببش در معامله بین زن و شوهر است که شوهر را هیچ میشمارند. شوهر مثل بازیچه شده است. این را فرزندان دیدن عبرت میگیرند. باور کنید این مادرها در وقت پیریشون چی میشوند؟ کی با کی میمانند؟